بسم الله الرحمن الرحیم. الله متعال چیز زیبا می‌فرماید که مساجد الهی را کسان اعمار میکنن و در ساخت سازش سهم میگیرن که با الله متعال و روز بازپسین ایمان دارن. دوستان عزیز، ما در ولایت زیبای فاریاب و منطقه بتاو هستیم. یکی از جاهایی که مردم در فضای باز، در زمستان، در بارش باران اینا به سختی نماز میخواندن. مسجد در اینجا اعمار میشه، انشالله ساخته میشه، کارش تقریبا 50-60% تکمیل شده است و انشالله با مبلغ 85,000 یورو در واقع اختصاص داده شده فعلا به این مسجد و اگر نیازمندی هاش با این مبلغ در واقع چی نشه، نیازمندی هاش پوره نشه، ما مبلغ انشالله بالا میبریم. قابل ذکر است، فکر کنید که از خود مرکز فاریاب تا اینجا چون یک راه صعب العبور است، متاسفانه مسیر را جور نیست، نزدیک به 3 تا 4 ساعت در موتر خامه است و راه است. بنابراین خیلی با مشکل عزیزا این مسجد به قسمت فرام ساختن خشت و ریگ و مواد دیگهش زحمت میکشن و راه صعب العبور، حتی موترهای باربری که آهسته تر میره 7-8 ساعت راه را میزنن و خشت و مسائل دیگه حمل میکنن. دوستان عزیز، در این کار خیر شما نیز میتونین سهم بگیرین، ساخت و ساز مساجد و همچنان کارهای خیر دیگه. لینک ها مشاهده میکنین، ما در کمال امانت داری انشالله این رسالت انجام میتیم. حالا من اینجا را آب میدم.